میره. نادر محمدخانی خودش جلو میاد، تو رو واگذار میکنه به موسوی، حرکت برای سید علی موسوی، دروازه ازبک خالی است و توی دروازه باریکلا به این جوان خوب. علی دایی میتونه حرکت بکنه، حالا این کار صورت میگیره. ستار همدانی، علی دایی، فرصت برای علی دایی است، اون میتونه بالا به دومین گل برسونه و حالا نفس همه ما راحت شد. کره جنوبی رو برده و اینجا هم تیم ملی ما مقتدرانه و بسیار مردونه و محکم این رو با همه وجودم میگم، چون این مردانگی و اقتدار رو شما تو حرکت بازیکنان ما خوب میبینید. این هم میگن سومین گل درست همون لحظه ای که از اقتدار و بسیار محکم باریکلا به بچهای تیم ملی فوتبال ما همگی، چه اونا که بازی کردن، چه اونا که روی نیمکت ذخیره هستن و چه اونا که هدایت تیم رو بر عهده دارن، همه خوب و عالی و دیدنی کار کردن. باریکلا به علی سونه. حالا بچه‌های ما میرن که دروازه رو باز بکنن. ایران 4 ازبکستان 0. علی دایی سمرستان گل موثره. یک بازیکن با آرامش وقتی بلند میشه که میدونه رو نیمکت ذخیره‌هاش بازیکنان شایسته زیادی هم هستن. مهدوی کیا این بار توپ رو خوب فرستاد، کاری که از اول بایستی انجام میداد. علی